سلام دوستان عزیز، با آموزش گیربکس 6 سرعته A6 MF1 A6 LF1 A6 GF1 همراهتون هستیم. 3 مدل کد فنی داره این گیربکس که از نظر ابعاد و حجم و انتقال گشتاورش با هم دیگه فرق می‌کنن، اما از نظر طراحی و دیسک و صفحات جانمایی قطعات با هم دیگه یکی هستن. پس 3 مدل گیربکس A6 MF1 A6 LF1 A6 GF1 که واسه اون کدای فنی تو فصل قبل گذاشتم. اگه متوجه نشدید برگردید فصل قبل رو نگاه کنید و ادامه کار رو با ما همراه باشید. این گیربکس قطعات خاصی از بیرون، فقط یه دونه دستیم اصلی ساعت بیرونه که از این قسمت بهش دسترسی داریم و بقیه قطعات داخله. همراه من باشید. کارتل گیربکس 6 سرعته. گیربکس های 6 سرعته این قسمت یه پیش دارن که این باز میشه، یه 90 درجه میچرخونید در میاد، واسه یه سرریز روغنه. یا همون پیچ گیج حساب میشه. باز کردن ریچه کارتل، خب صف ساعت این قسمت شیربرجا قرار داره، سنسور دمای روغن، فنربرگی تاج خروسی که به این صورت، دنده PRND که دنده PRND به این صورته. فنربرگی در میارم. پیچه صف ساعت، پیچه صف ساعت رو بر میدارم. دستیم صف ساعت به این صورت میتونید بکشید بیرون. چه سنسور دمای روغن، سنسور دمای روغن، این هم فلت روی ساعت. ساعت الان آزاده. تاج خروسی گیر بود به این. خب سنسور دور ورودی، سنسور دور خروجی، دست سیم، نگه دارنده دستیم ساعت،
دستیم ساعت، دو تا کانال لوله‌ای ها رو در میارم، یکی اینم دو تا، پین نگه دارنده تاش کروسی، تاچ کروسی و اهرم پارک، اینم میتونید بچرخونید به این صورت در بیاد. خب حالا جلوی گیربکس، چک بوست جلو، حالا از زیرم پیش داره این قسمت، پوست جلو رو جدا میکنم. خب دیفرانسیل، دنده واسط، اویل پمپ. دیفرانسیل رو برمیدارم، خب حالا اویل پمپ رو میخوام باز کنم. اویل پمپ، یک، دو، سه، چهار، 5 تا از این کانال‌های لوله‌ای داریم اینجا که عکسش هم ضمیمه میکنم واسهتون. پیچه اویل پمپ، اویل پمپ، واشر بین شفت ورودی اویل پمپ، به این صورت فیلتر روغن، شافت ورودی به همراه کلاچ 3 5R که از اسمش هم پیداست تو دنده 3 و 5 عقب فعاله.